آخ جان رانندگی، مگه داریم چیزی جذاب‌تر از این؟ برای اینکه شروع کنیم به رانندگی نیاز به سویچ داریم. بریم ببینیم چه مدل سویچ هایی داریم. اولین قسمت آموزش رانندگی از منفی 1 آکادمی لامکار خوش اومدید. معمولا ما 3 مدل سویچ داریم. یه دونه این که میبینید اینطوری رد میکنیم و قفل رو باز میکنیم و رد میکنیم، ماشین رو روشن میکنیم. یه دونه هم این که بهش میگن کیلس، البته بعضیام بهش میگن کیلس، به خودشون ربط داره، نمیدونم چرا. یه دونه هم این که الان اینجا نداریم، شبیه کارت میمونه. معمولا توی رنوها میبینید که باید کارت رو رد کنیم تو جای خودش که بتونیم ماشین رو روشن بکنیم. درها همه با این شاسی ها باز و بسته میشه. این که علامت قفل بسته است یعنی اینکه در رو میبنده، این که قفل رو باز کرده یعنی اینکه در رو باز میکنه. این هم کلیدیه که اگر نگرش داری تو بعضی از ماشینا هست، صندوق رو باز میکنه. اما برای من الان این سوال به وجود اومده که اینو چجوری باید بکنم توی این قفله بچرخونم؟ کجاشو بکنم اینجا؟ این که چیزی نداره. ماشینایی که کیلس هستن و همچین سویچی دارن یه ضامن دارن که شما اگر این ضامن رو بزنید، حالا به شکل‌های مختلف هستن، اگر بتونید بزنید که من الان نمیتونم، به این صورت فشار بدین تازه کلیدش پیدا میشه. اون موقع میتونید اینو رد بکنید این تو و اینو باز بکنید یا ببندیدش. اما دیگه نمیتونی باش ماشین رو روشن بکنی، به خاطر اینکه اونجا میریم میبینیم اصلا جایی نداره که بخوای اینو بکنی اون تو که ماشین رو روشن کنی. خب پس اگه سویچ داشته باشیم دیگه میتونیم در ماشین رو باز بکنیم. کافیه که این شاسی رو فشار بدیم، علامت باز شدن قفل، و در ماشین باز میشه و دیگه میتونیم بریم داخلش. اما یه چیزی بهتون بگم، اونایی که ماشینشون کیلسه دوست دارن اینو بذارن تو جیبشون و بیان بغل ماشین بدون کلید در رو باز بکنن. معمولا یه شاسی اینطوری روی در اکثر این ماشینا هست که کافیه اینو فشار بدی، در رو برات باز و بسته میکنه. اگر خواستید با ماشین کیلس رانندگی بکنید، ماشینی که سویچش به این صورته، کجا رفت؟ به این صورته، حواستون باشه قبل از اینکه حرکت بکنید و برید بگردید ببینید سویچ هست یا نه. اگر سویچ جایی باشه و ماشین روشن باشه، دست کسی باشه، تو جیب کسی مونده باشه و با شما نیاد و شما ازش دور بشید و برید، اتفاقی که براتون میفته اینه که ماشین خاموش بشه، دیگه نمیتونی روشنش بکنی. اگر بری جایی پارکش کنی دیگه باید اونجا باهاش خدافظی کنی. بریم امتحان کنیم. در ماشین رو باز میکنیم، سویچ رو میذاریم اینجا، بریم ببینیم ماشینمون روشن میشه. درش که باز شد. ماشینای کیلس اینطوری یه کلیدی دارن برای اینکه استارت بزنی. استارت بزنیم ببینیم ماشین روشن میشه. هیچکی توش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سویچ اینجا نیست. خب دیگه کلیدم که داریم، پس میتونیم استارت بزنیم. نه، نباید استارت بزنی. هیچی دیگه بکن نکن شروع شد. این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو بکنی اینجوری میشه، اون کارو بکنی اونجوری میشه. اصلا دنده دیگه چیه؟ اصلا دنده کجاست؟ این دنده است، شکلای مختلفی هم داره، بین 2 تا صندلی قرار گرفته معمولا. البته نکته مهم اینه که ما 2 نوع دنده داریم، یعنی 2 نوع ماشین داریم. ماشین دنده دستی که شما با دست اینطوری عوضش میکنی و ماشین اتوماتیک که خودش دنده ها رو عوض میکنه. بعداً به طور مفصل راجبشون صحبت میکنیم. اما الان نکته مهم اینه که بدونی برای اینکه ماشین رو روشن کنی، ماشین رو باید خلاص بکنی، یعنی بین این دنده ها قرار میگیره. ببین وقتی میدیم جلو ماشین تو دنده است، میایم اینجا خلاصه، میایم پایین باز دوباره تو دنده است. پس این وسط خلاصه، یعنی اینجا توی این نقطه که نگاه میکنید ماشین خلاصه و ما میتونیم استارت بزنیم. بریم برای روشن کردن موتور. چه صداییه؟ خدای من ماشین روشن شد. الان باید چی کار بکنیم؟ الان باید فرار بکنیم؟ نه، نگران نباش. تا زمانی که تو دستور ندی این ماشین همینجا ثابت مونده و هیچ حرکتی نمیکنه. شما شاهد اولین قسمت آموزش از منفی 1 آکادمی لامکار بودید. یه لایک خشک و خالی بکن که ما هم حالشو ببریم. در ضمن میتونی چنل رو ساب بکنی، اون زنگوله رو هم بزنی. کامنت های شما رو هم
دونه به دونه رو میخونیم و حتما پاسخگو هستیم و شما میتونید توی کامنت ها بگید که دوست دارید راجع به چی براتون ویدیو درست بکنیم. البته که میتونید برید پلیلیست آموزش رانندگی از -1 که آکادمی لامکار رو چک بکنید، قطعا اونجا حتما ویدیوهای جذابی هستش که به دردتون میخوره. این بالا هم براتون لینک ویدیو میذارم، میتونید حتما ببینید و ازش استفاده کنید. حتما چنل رو ساب بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید. لایک کردن ویدیو به ما انرژی میده و باعث میشه بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم. منتظر قسمت بعدی باشید.